اینجا یکی از مکانهاییه که ما راننده های کامیون برای استراحت، حمام، خرید ناهار و شام و بقیه چیزا میایم. یکی از مزیت‌هایی که داره اینه که ما وقتی از این تراک استاپ ها گازوئیل میزنیم حموممون مجانی میشه، یعنی ما میتونیم بیایم یه قبض بگیریم و بیایم حموم و حمومای بسیار تمیز، بسیار مرتب اینجا هست. و مثل همیشه وقتی مقایسه میکنم با ایران و عزیز خودمون، امیدوارم در فردای ایران عزیز کارآفرینا، آدم حسابیا همچین برنامه و پلنی هم واسه راننده های خودمون انجام بدن که اونا هم توی آسایش باشن مثل ما. با اجازه.